تا حالا اسم گروه ها و شرکت ها و یه سری افراد شنیدیم که دارن دنیا رو کنترل میکنن. یکی از اونها هم شرکت بزرگ بلک راکه. اینو باید بدونید که 10% کل سرمایه دنیا دست این شرکته. کنترل بخش زیادی از بانک‌ها، شرکت‌های نفتی، مؤسسه‌های مالی و رسانه هم دست این شرکته. فکر میکنید چرا تا حالا مردم اسم این شرکت رو نشنیدن؟ چون کنترل 90% رسانه هم دست بلک راکه و لری فینک هم خوشش نمیاد خیلی تو چشم باشه و شرکتش شناخته بشه. از قیمت ملک تا نرخ اینترنت و سود بانکی همش توسط بلک راک کنترل میشه. این شرکت حتی یه بانک اطلاعاتی بزرگ به نام علایالدین هم داره که تمام اطلاعات ما توشه. اینکه چقدر حقوق میگیریم، چقدر خرج میکنیم، چقدر سرمایه گذاری کردیم. اگه میخواید داستان این شرکت و مدیر عاملش یعنی لری فینک رو بدونی، ما یه داستان ازش ساختیم. فقط کافیه اینجا کلیک کنید یا برید توی ویدیوهای چنل نگاش کنید. تا حالا اسم گروه ها و شرکت ها و یه سری افراد